سلام دوستان، خسته نباشید. داریم یه دکور واسه یکی از کانال هامون درست میکنیم که باش بتونیم تولید محتوا بکنیم. آقای منصور دارن با لامپ سر کله میزنن. چونه گو لامپا؟ ما تیم کشی بود. سمی هم این طرف، ایشون هم این طرف. خب سلا که تاکه یو فیلم آغاز خب این که اوکی. خب دوستان، چه چیزایی ما نیاز داریم؟ از این قسمت میخوام از یه سپایه استفاده بکنم که این مدلی قدیمی هم هست، کهنه به قول مردک، و یه چیزی که داره که اینجا وصل میکنیم که بتونیم گوشیمون رو اینجا بذاریم که این صحنه رو مثلا بتونیم فیلم بگیریم که اونجا منصور میشینه، این طرف هم من، که بتونیم تولید محتوا بکنیم. خب ما فراموش نشه. خب این هم از این و یه نور از اینجا داریم که ساطع میشه روی تصویرمون و اونم که جاش اونجای اونجا میزنیم. الان فعلا بی‌وسیه. و اینجا هم یک نور دیگه داریم که سافت لایت رو چهرمون بتابه. چند تا نور رنگی هم داریم. نورای رنگی کو؟ خب اون چسب بزن فعلا اونجا. خب اینم دکورمونه که چند تا گل و گیاه قلابی آوردیم گذاشتیم. اینم لیوانمونه که مارکمون روش زده یوتیوبر بشیم. البته یوتیوبر شیم بودیم، بشیم نوشته. کاش رنجانش مشکلی نداره. خب اینجا هم حاجی منصور میخواد اینو بچسبونیم. برابره. و اینم نورمون آماده شد از این طرف و بریم ادامه کار. خب دوستان، لامپای چند تا از این لامپای رنگی معمولی تهیه کردیم که از این مدل ریسمانی هستن به قول مردک. متری 2 متر گرفتیم با این کاتاوتکش. خب ایشا چی کرده؟ ایشا چی؟ بازاروز زایدان. از بازاروز زایدان تهیه کردیم که میتونه به تصویر یه زیبایی خاصی رو بدن. البته فعلا چون اول کاره زیاد گیر نمیده به اینه که بزنیم به برق، اینجور نوری سایه تشکیل میده که تصویرمون رو خوشگل میکنه. خب یک نوری این بود. یه نور دیگه هم داریم که از اون هم استفاده میکنیم و از نظر تصویری که این دکور جلومونه یا ماده یا شده بس و صدامون میکروفون هم داریم. البته چون میخوام ساده توضیح بدم که همه دوستان بدونن وسایل مورد نیاز واسه فیلم برداری، مثلا یکی همین خود گوشی مثلا آیفون باشه یا سامسونگ و شیائومی، هر چیز مهم نیست اول کار. و پتکک نکنه، گمش کن، خاموش کن، داری که گم کن، حتما نده خرابه. این که شهید شد از این ریسمونیا. و با گوشی میتونید این گوشی رو اینجا بذارید، صدای هر دو نفر رو میتونید با این گوشی ضبط کنید. پس تصویر رو با آیفون میگیریم و صدا رو با این گوشی میگیریم. و دکورم هم شد این یه دونه لامپ، یه دونه از این لامپای دراجک و یه دونه هم سافت باکس واسه چهره. دیگه چه دارم؟ برای خاموش کسی. خب اونی که خب خاموش نیست. الان که برای خاموش بکنیم ببینید این تصویر قشنگ رو ببینید. چه خوب. بعدم که یکم ادیت بزنیمش همه چیز اوکی میشه. نزدیک تجربه. اینجا سپایه که اینجا بذاریم تصویرمون قشنگ خوب نزدیک گرفته میشه. اونا تنظیم میکنیم تا اینجا باشه فعلا دوستان. سوی ولچه فکرم رنگ آواز کرد. نه دیگه این یکی از لامپا شهید شد، اون یکی هم شهید شد. خب آخرین تصویرمون دیگه نتیجه گرفتیم این مدلی باشه. البته اینجا چرا اینجور هیچی نداب بکن. خب آخرین تصویرمون این میشه. الان میام روی سپایه و تصویر نهایی رو نگاه میکنیم با ضبط صدا از اون گوشی. درسته؟ درست. خب واسه ضبط صدا برای گوشی از این برنامه استفاده میکنیم. یک لازم من اینو واسهتون بیارم. خب برنامه‌ای که کیفیتش هم خیلی بالاست و خوبه اینه HiQ رو که نصب بکنید کیفیتش از اینجا میتونید کیفیت بالا 320 رو انتخاب بکنید. بله 320 کیلوبیت MP3 فایل. اینی که ضبط بزنید تمام شد، رفت اینجا میذاریمش و کسر میکنیم. بریم تا تصویر اصلی رو ببینیم بعد ادیت. سلام دوستان عزیز، ضبط نه
خب قبل چی باید اینو ضبط بزنیم. 1 2 3 تست. سلام دوستان عزیز، خسته نباشید سلام دوستان عزیز، خسته نباشید، شبتون بخیر. انشالله که هر جا هستید موفق پیروز باشید. این ویدیو فقط یک تسته واسه کانال یوتیوبر شیم، کانال آموزشی، و این ستی که درست کردیم با حاجی منصور و سمی. تا خبر چیزی داره بگو. نه سلامت باید یک شب بوده بری من. خب دوستان، اینم از صحنه‌ای که درست کردیم با کمترین امکانات. یه گوشی آیفون و یه دونه هم رکوردر با گوشی سامسونگ یا شیائومی، فرقی نمیکنه. و اینکه یه چند تا از این لامپا، یه لامپ سافت باکس از کنار منصور از سمت راست و یه دونه لامپ از جلو از این کوچولوها. انشالله که هر جا هستید موفق پیروز باشید. اینم از بلاگ امروزمون. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.